داغی میبینه، عزیزی رو از دست میده، چه احساساتی رو تجربه میکنه. که بخوایم همه چیز رو عادی جلوه بدیم، عادی سازی کنیم، واقعا نمیشه. باید احترام گذاشت به غم طرف، به خاطر اینکه عادی نمیشه. طول میکشه این غم رو بشناسه، درکش کنه، باهاش کنار بیاد و بتونه قسمتی از زندگیش کنه و باهاش زندگی کنه. این احساساتی هستش که آدما موقع عزیزی رو از دست میدن تجربه میکنن. راجع به این مسائل صحبت کردن خیلی چیز سختیه، ولی وقتی میگه دیگه نمیتونم، نباید بگیم قوی باش، نه، چون اون غم باید توی وجود اون آدم حلاجی بشه و بتونه باهاش کنار بیاد. پس خیلی مهمه که کسی که کنار یه آدم داغدار هست واقعا چجوری باهاش برخورد کنه. سلام، من نفیسه هستم و امروز قراره راجع به این با هم دیگه صحبت کنیم که وقتی یه نفر داغداره یا عزیزی رو از دست داده یا یه اتفاق خیلی بدی براش افتاده، چطوری باهاش صحبت کنیم و چه جملاتی رو بگیم که بتونیم بهش کمک کنیم، التیام بخش باشیم و درد رو براش قابل تحمل تر کنیم. من راجع به این قضیه، چون برای خودم خیلی سوال بود که وقتی یه نفری داغ داره من چه چیزایی رو باید بگم و چه چیزی رو نباید بگم، خیلی سرچ کردم و خب محتواهای مختلفی پیدا کردم، به خصوص تو یوتیوب، که مال فرهنگای دیگه بود. شاید این برای یه نفری که توی مثلا یه کشور اروپایی زندگی میکنه جواب بده، ولی برای فرهنگ من که ایرانی هستم ممکنه جواب نده. به خاطر همین سعی کردم که سرچ کنم، از چند نفر که صاحب نظر هستن سوال بپرسم و به یک جمع‌بندی برسم که الان میخوام که اونو با شما به اشتراک بذارم. خب من خودم در مورد خودم بگم که من سالها پیش پدرم رو از دست دادم و مادر بزرگم هم از دست دادم و این همه سال گذشته ولی هنوز غم من سر جاشه و فقدان حضور اونا توی وجود من حس میشه. فقط یاد گرفتم که با این غم و با این نبودنشون زندگیم رو ادامه بدم. وقتی یه نفری یه داغی میبینه، عزیزی رو از دست میده، چه احساساتی رو تجربه میکنه. وقتی ما اینو بدونیم راحت‌تر میتونیم نسبت به احساسات طرف واکنش نشون بدیم و پاسخ بدیم به احساساتی که داره. یکی از اتفاقاتی که میفته انکاره. وقتی یه نفر داغی رو میبینه سعی میکنه انکار کنه، قبول نمیکنه، نمیتونه باور کنه که عزیزش رو از دست داده و انگار هی یادش میره، باورش نمیشه. حس دیگه‌ای که تجربه میکنه خشمه، چون مغزش ناتوانه و دلش میخواد یه کاری انجام بده که این اتفاق نیفته، ولی از دستش خارجه و دیگه این اتفاق افتاده. در نتیجه خشمگینه و مغزش دنبال یه مقصر میگرده و حتی ممکنه از خودش هم خیلی خشمگین باشه. حس دیگه‌ای که تجربه میکنه چونه زنیه، یعنی شروع میکنه به اینکه چونه بزنه راجع به این ماجرا، یعنی بگه که اگر که این کار رو میکردم، اگه شرایط اینجوری بود، اگه اتفاقات اینجوری پشت هم قرار میگرفتن اینطوری نمیشد، یا اگه 2 روز پیش من این کار کرده بودم، ماه پیش این کار کرده بودم، این اتفاق نمیافتاد. و شروع میکنه به این تفسیر کردن مسائل، چونه زدن راجع به این اتفاقی که افتاده. افسردگی رو تجربه میکنه و این احساساتی هستش که آدما موقع در واقع اینکه یک عزیزی رو از دست میدن تجربه میکنن. راجع به این مسائل صحبت کردن خیلی چیز سختیه، ولی من احساس کردم که لازمه که راجبش صحبت کنیم.
لازمه که یاد بگیریم که باید چی کار کنیم و خیلی مهمه که یاد بگیریم که توی همچین شرایطی باید چه رفتاری داشته باشیم. اول از همه باید اینو در نظر داشته باشیم که ما نمیتونیم حال کسی که داغ داره رو خوب کنیم. یعنی ما نیومدیم که حالش رو خوب کنیم، ما فقط وظیفمون اینه که بتونیم اون درد رو واسه اون انسان قابل تحملش کنیم، کمک کنیم که اون درد رو بپذیره و بتونه باهاش به زندگیش ادامه بده. وظیفه ما اینه. خب مهمترین چیزی که باید در نظر داشته باشیم اینه که باید اجازه بدیم که طرف صحبت کنه و گوش شنوا باشیم. یعنی به محضی که داره حرف میزنه، خاطراتشو میگه، نباید دائم بهش بگیم خب بس دیگه، نمیخواد بگی. البته نه اینکه طرف داره داد میزنه و داره به خودش آسیب میزنه، اون موقع رو نمیگم، ولی تو حالتی که داره با ما حالت درد و دل و داره در مورد غمش صحبت میکنه، اجازه بدیم که صحبت کنه و غمش رو بگه. و وقتی احساساتش رو میگه، مثلا نگیم بهش قوی باش، مثلا بهش نگیم صبور باش. وقتی تو داری به طرف میگی قوی باش، یعنی که بس دیگه، تو الان آدم ضعیفی هستی و باید قوی باشی و شاید اون آدم دیگه نتونه غمش رو برای ما توضیح بده و شروع کنه به سانسور کردن خودش که تازه یه بار سنگین تری از نظر احساسی رو دوشش میاد و بهش کمک که نکردیم هیچی، تازه بهش سختم گرفتیم. یا وقتی که بهش میگی صبور باش، اینم باز همون مثل قوی باش میمونه. یه چیز دیگه که خیلی بده، مقایسه نکنیم. مثلا یکی داره میگه چه میدونم فلان عزیزم رو از دست دادم، بعد شما بگین منم، مثلا یکی پدرش رو از دست داده، منم بگم آره منم پدرم رو از دست دادم. هی مقایسه. منم وقتی کوچیک‌تر بودم پدرم رو از دست دادم، یعنی که من وضعیتم از تو بدتر بوده و این اصلا چیز خوبی نیست. نباید مقایسه کرد. باید بگیم که باید بپذیریم، باید احساس طرف رو تایید کنیم. وقتی احساس طرف رو تایید میکنی، یعنی که من دارم تو رو درکت میکنم و طرف از این که داره درک میشه حالش یه مقدار بهتر میشه. چجوری این حس رو منتقل کنیم؟ مثلا ممکنه طرف بگه که جیگرم میسوزه، بعد بگیم که آره میدونیم که چقدر این قضیه عمیقاً حال تو رو بد کرده. یا وقتی میگه دیگه نمیتونم، وقتی میگه دیگه نمیتونم، نباید بگیم قوی باش، نه تو میتونی، از پسش برمیای. نه، اصلا لازم نیست این چیزا رو بهش بگیم. اون لحظه اون آدم فقط احتیاج داره که بهش بگیم که آقا ما احساس تو رو درک کردیم، چون اون غم باید تو بدن، توی وجود اون آدم حلاجی بشه و بتونه باهاش کنار بیاد دیگه. پس ما وظیفمون اینه که بهش بگیم که درکت کردیم، باهاش همدلی کنیم. ما اونجا وظیفه نداریم معلم اون آدم باشیم یا چیزی بهش یاد بدیم و اصلا اون تو شرایطی نیست که قرار باشه چیزی رو یاد بگیره. تو شرایطیه که باید فقط باهاش همدلی کنیم. پس وقتی میگه دیگه نمیتونم، بهتره بهش بگیم آره میدونیم خیلی این خسته شدی، این خستت کرد، غم سنگینیه، حق داری. این چیزا رو باید بهش بگیم. پس باید احساس طرف رو با جملاتی که میگیم تایید کنیم و بهش بگیم که یعنی ما متوجه شدیم احساست چیه. بعضی موقع ها یه نفر کسی رو از دست داده، بعد شروع میکنه در دل کنه، حرف بزنه، طرف مقابل فقط سکوت میکنه. خب این آدم نمیدونه تو فهمیدی، نفهمیدی،
برات مهمه، مهم نیست، بهش حق میدی، حق نمیدی و این از نظر احساسی اینو دچار سردرگمی میکنه و خوب نیست. پس موقعی که لازمه اولا که سعی کنیم گوش شنوا باشیم، درست بشنویم طرف رو. وقتی که لازمه با جملاتی که حسش رو تایید میکنه باعث بشیم که بهش بفهمونیم که احساسش رو درک میکنیم، باهاش همدلی کنیم تا اون آرومتر بشه. و بعضی موقع اون آدمایی که دور و بر اون آدم داغدار هستن انقدر سکوت میکنن که اون آدم دیگه به یه جایی میرسه که شروع کنه فریاد بکشه که ببینه آیا کسی صداشو میشنوه، کسی میفهمه که داره چه دردی رو تحمل میکنه. یا بعضیا با گفتن که قوی باش، صبور باش، این میگذره، تازه باعث میشن که طرف فکر کنه اینا هیچکی نمیفهمه که این عمق دردش چقدره و اون آدم شروع میکنه به بیشتر داد زدن، نه نمیتونم، از این صحبت ها بکنه. پس خیلی مهمه که کسی که کنار یه آدم داغدار هست واقعا چجوری باهاش برخورد کنه. ببینید میخوام یه مثال ساده براتون بزنم. وقتی یه نفری تازه کوهنوردی رو شروع کرده و توی یک سربالایی خیلی شدیدی داره میره، ممکنه که نفس به نفس بیفته، حالش بد بشه و اصلا با خودش فکر کنه آیا من میتونم ادامه بدم یا نمیتونم ادامه بدم. اگه کسی که همراهشه بهش قله رو نشون بده، بگه تو تا اون قله باید تحمل کنی، شاید اون آدم نتونه واقعا و بگه من میخوام برگردم، واقعا نمیتونم تحمل کنم، تا اون قله نمیتونم. ولی اگه بگیم ببین تا اون تیکه سنگ یا تا اون درخت بیا، حالا اونجا دوباره با هم دیگه صحبت میکنیم یا اونجا یه استراحتی میکنیم و راهو براش کوتاه کنیم، اون راحت تر میاد و بالاخره قله رو فتح میکنه. کسی که عزا داره ما نباید همون اول بهش بگیم که صبور باش، این میگذره، تو باید به زندگیت ادامه بدی. واقعا این براش قابل درک نیست. باید بهش بگیم که براش کوچیک کنیم، بگیم حالا بگه اگه گفت نمیتونم، منم میخوام بمیرم، بگیم آره احساساتو درک میکنم، حالا تو فعلا تحمل کن، امشبم بگذره، فردا دوباره راجبش صحبت میکنیم، تو تا فردا رو تحمل کن. یعنی مسیر رو براش کوتاه کنیم. یه چیز دیگه که خیلی مهمه اینه که اگه کسی برامون واقعا با ارزشه، باید این حس رو بهش بدیم که ما کنارش هستیم، حضور داریم کنارش و این غم رو قرار نیست تنهایی تحمل کنه. پس اگر ازش دوریم میتونیم با یه تکست کوچیک که من به فکرت هستم، یا اگه صحبت خواستی بکنی من هستم، یا لازم نیست جواب بدی، من فقط به تکست دادم که بدونی من هم در واقع کنارت هستم، دارم بهت فکر میکنم، تنها نیستی. همینا میتونه خیلی کمک کننده باشه و اینو باید مدت‌ها ادامه بدیم، یعنی روزها ادامه بدیم که اون طرف احساس تنهایی نداشته باشه. مهمترین چیزی که واسه یک آدم تو این شرایط مهمه اینه که بدون تنها نیست و دیگران تنهاش نذاشتن. این خیلی مهمه. و من به عنوان کسی که پدرم رو سالها پیش از دست دادم میتونم بهتون بگم هنوز هم داغ نبودن پدرم برای من زنده است و جای خالیش رو با گوشت و پوست و استخونم احساس میکنم. فقط یاد گرفتم که با این غم کنار بیام، قسمتی از زندگیم باشه و باهاش زندگیم رو ادامه بدم. واسه همه مطمئناً همینطوره. پس انتظار نداشته باشیم که طرف فراموش کنه. و چیزی که خیلی بده اینه که بخوایم همه چیز رو عادی جلوه بدیم، عادی سازی کنیم. یعنی غذا رو بیاریم، حالا بخوریم، حرف رو عوض کنیم،
هی بخوایم فضاش رو عوض کنیم واقعا نمیشه. تو شرایطی که این اتفاق جدید افتاده باید احترام گذاشت به غم طرف، یعنی باید ازش مراقبت کرد، ولی به غمش هم باید احترام گذاشت و سعی نکنیم که عادی سازی کنیم جو و فضا رو، به خاطر اینکه عادی نمیشه. طول میکشه تا طرف این غم رو بشناسه، درکش کنه، باهاش کنار بیاد و بتونه قسمتی از زندگیش کنه و باهاش زندگی کنه. این جور غم ها معمولا اولش مثل یک کوه بزرگن، جوری که تمام جلوی مسیر آدم رو میگیرن، این جلوی زندگی کردن آدم رو میگیرن. یواش یواش که آدم این غم رو بپذیره و درکش کنه میتونه یک کنار قرارش بده و مسیرش هم ادامه بده. ولی همون اول اگه بهش بگیم که کنار بیا با این قضیه و به مسیرت ادامه بده و این زندگی ادامه داره، برای اون آدم قابل فهم نیست، قابل درک نیست و ممکنه که دست به کارهای خطرناکی بزنه یا اینکه حتی ممکنه دق کنه و ما باید بهش کمک کنیم که این احساسش رو کوچیک کوچیک کنه و بتونه هضمش کنه و بتونه باهاش کنار بیاد. یه کار دیگه که میتونیم واسه این آدم بکنیم، اگر آدمی هست که بهش نزدیکیم و میتونیم کاری براش انجام بدیم، اینه که کنارش حضور داشته باشیم، بهش رسیدگی کنیم، نوازشش کنیم تا بتونه با این قضیه کنار بیاد. ولی در کل از دست دادن یک عزیز اتفاقی نیست که خیلی راحت باشه و ما باید سعی کنیم که یه جوری به آدما کمک کنیم که بتونن به عنوان یک اتفاقی که توی زندگیشون افتاده اونو بپذیرن و بتونن باهاش به زندگیشون ادامه بدن. اگر شما تجربه‌ای دارین، اگر شما نکته‌ای براتون سواله، البته من روانشناس نیستم ولی با خودم فکر کردم جای همچین محتوایی توی یوتیوب خیلی خالیه، به خصوص برای فرهنگ ما که ایرانی هستیم. به خاطر همین سعی کردم با توجه به تجربیات خودم، تحقیقاتی که انجام دادم و در واقع مشاوره گرفتن از کسایی که تو این حوزه صاحب نظر هستن به یه جمع‌بندی برسم و اینجا برای شما بگم. اگه این محتوا به درد کسی میخوره حتما براش بفرستین و اگه تجربه‌ای دارین که میتونه به دیگران در این زمینه کمک کنه در واقع با ما به اشتراک بذارین و اگه به محتواهایی که سازنده هستش، آموزنده هستش و میتونه زندگی ما رو معنادار بکنه علاقه‌مند هستید، حتما سابسکرایب کنید که همدیگر رو گم نکنیم. امیدوارم که چنین مسائلی نمیتونم بگم برای هیچ کسی پیش نیاد، چون که بالاخره برای همه ممکنه اتفاق بیفته، ولی ما باید بلد باشیم که چجوری باهاش برخورد کنیم. در نتیجه آگاه بودن خیلی چیز مهمیه. از خودتون مراقبت کنین. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.